سلام بر شما. اینجا استودیوی خبری یقین است و من مجیب سلطانی با اخبار خوب این هفته با شما خواهم بود. امروز پنجشنبه 20 دلو سال 1401 هجری شمسی که برابر است با 9 فوریه سال 2023 میلادی. برای نزدیک به 7000 تن منصوبین زندان‌ها در سراسر کشور یونیفرم جدید توزیع شد. سرپرست وزارت مهاجران و عودت کنندگان که در این مراسم حضور داشت از مسئولان اداره تنظیم امور زندان‌ها می‌خواهد که با زندانیان برخورد خوب داشته باشند. اداره تنظیم امور زندان‌ها آمار می‌دهد که بیش از 12000 تن در تمامی زندان‌های کشور زندانی هستند که با جرم‌های گوناگون بازداشت شدند. کمک افغانستان به زلزله زدگان سوریه و ترکیه. وزارت خارجه دولت امارات اسلامی افغانستان در پیامی اعلام کرد بر مبنای همدردی بشردوستانه و اخوت اسلامی مبالغ 5 میلیون افغانی به آسیب دیدگان سوریه و 10 میلیون افغانی به ترکیه کمک کرده است. وزارت خارجه افغانستان همچنین اعلام کرد گروه‌های امداد و نجات دولت امارات اسلامی افغانستان در حالت آماده باش هستند تا در صورت نیاز در عملیات‌های مدت‌جویانه مشارکت کنند. بر اساس اخبار منتشر شده در 24 ساعت اولیه وقوع زلزله این کشورها شاهد 3 زمین لرزه شدید بودند که گفته می‌شود در اثر آن بیش از چندین هزار نفر جان باختند. توسعه همکاری‌های درمانی ایران با افغانستان. رئیس دانشگاه علوم طبی زاهدان با اشاره به اینکه این دانشگاه در مسیر توسعه و گسترش همکاری‌های بین‌المللی است گفته توسعه همکاری ایران و افغانستان در حوزه صحی و درمان در دستور کار قرار دارد. حبیب غزنوی با اشاره به اینکه در روزهای اخیر نشست ویدیو کنفرانسی با مقامات محلی ولایت بلخ با محوریت توسعه همکاری‌های بین‌المللی در حوزه صحت و درمان داشته، اظهار داشت ظرفیت بسیار بالایی در راستای توسعه همکاری‌های صحی درمانی و آموزشی بین دو کشور جمهوری اسلامی ایران و افغانستان وجود دارد. تمامی نهادهای امدادرسان در افغانستان از مالیات معاف هستند. وزارت اقتصاد در واکنش به گزارش اداره آمریکایی سیگار اظهار داشت تمامی نهادهای امدادرسان افغانستان از مالیات معاف هستند. وزارت اقتصاد در واکنش به گزارش اداره بازرسی آمریکا در امور بازسازی افغانستان درباره مالیات از نهادها و کمک‌های بشردوستانه اظهار داشت از نهادهای امدادرسان و کمک‌های بشردوستانه هیچ هزینه مالیاتی اخذ نمی‌شود. امضای تفاهمنامه همکاری ترکیه و افغانستان برای ساخت یک مرکز بزرگ دینی. وزارت حج و اوقاف امارات اسلامی افغانستان با یک مؤسسه ترکیه برای ساخت مرکز بزرگ دینی و ترمیم مساجد تفاهمنامه امضا کرده است. قبل از این نیز وزارت حج و اوقاف تفاهمنامه با مؤسسه IHH ترکیه امضا کرد که بر اساس آن در بخش حفر چاه‌ها و ترمیم مساجد دو طرف همکاری خواهند کرد. مقامات ترکیه همواره اعلام کردند که آماده همکاری با امارات اسلامی افغانستان است. هیئت به رهبری رئیس اداره خط آهن افغانستان به ازبکستان رفت. پس از متوقف شدن انتقال کالاهای کشورهای آسیای میانه از راه حیرتان مزار شریف، یک هیئت بلندپایه امارات اسلامی افغانستان به رهبری رئیس اداره خط آهن آن روز گذشته به ازبکستان رفته است. این اداره گفته انتظار می رود که با امضای تفاهمنامه با ازبکستان روند انتقال کالاهای تجارتی از طریق خط آهن حیرتان مزار شریف دوباره آغاز شد. کنسول ترکمنستان در شهر هرات خواستار افزایش همکاری‌ها به منظور صادرات سنگ مرمر هرات به کشورش شده است. نوراحمد اسلامجار والی هرات در نشستی که با سرکنسول ترکمنستان در شهر هرات داشت و تشریح ظرفیت‌های اقتصادی و صنعتی این ولایت پرداخت و یادآور شده که تجارت هرات خواهان گسترش روابط اقتصادی با ترکمنستان است. دولت امارات اسلامی افغانستان برای آبده‌های تاریخی هرات محافظ تعیین می‌کند. هیئتی از وزارت دفاع امارات اسلامی افغانستان که به هرات سفر کرده می‌گوید که قرار است به تمام آبدات تاریخی این ولایت محافظ تعیین کند. محب الله حبیب از مقامات بلندپایه وزارت دفاع امارات اسلامی افغانستان در دیدار با نعیم الحق حقانی رئیس اطلاعات و فرهنگ در ولایت هرات گفته که از تمام آبده‌های تاریخی در این ولایت دیدن کرده و برای نگهبانی آنها محافظ تعیین کرده است. و ای افزوده که حکومت امارات اسلامی افغانستان توجه خاص به حفظ آبدات تاریخی در کشور دارد و تعیین نگهبان برای آبدات تاریخی را ضروری می‌داند. و در اخیر هم در این هفته آغاز رقابت‌های 20 اوره کرکت میان افغانستان و پاکستان. رئیس کرکت بورد پاکستان اعلام کرده است که تیم ملی کرکت پاکستان 3 مسابقه 20 اوره را در برابر افغانستان در اواخر ماه مارچ بازی خواهند کرد. نجم سیتی در توییت نگاشته بود که این اقدام لغو سلسله بازی‌ها با افغانستان از سوی استرالیا را جبران خواهد کرد. این بود اخبار خوب این هفته که تقدیمتان شد. تا هفته بعد با رویدادهای خوب یک هفته دیگر شما را به الله می‌سپارم.